نان را از هر طرف بخوانی نان است. و نان یعنی دغدغه معاش، یعنی قابل تفسیر نیست. تو با هر ایدئولوژی بری سراغش، مردم فقیر فقر رو با رنج دریافت میکنن. پیغمبر اسلام مشهوره که در دعاهاش یک دعایی رو تکرار میکرد که اللهم اعوذ بک من الفقر، یعنی خدایا به تو از فقر پناه میارم. ملت گرسنه اول باید شکمشو سیر کنه. سفره مردم که خالی بشه نمیشه از موهبت‌های بزرگ معنوی براش صحبت کرد. میگن که شکم گشنه دین و ایمون نمیشناسه. خیلی مقوله جدی و قطعی است، یعنی معیشت قطعی ترین مقوله است. حالا شما بیا از بزرگترین و متعالی ترین مفاهیم صحبت کن، بگو ارزش‌های مرد، بگو اخلاق اجتماعی، بگو قوانین، بگو تاریخ، بگو دشمن، بگو جنگ.